تصاویر تازه از محفل عروسی غزال نایت با لباس سبز و سفید. شوهر غزال نایت کیست؟ وی با کی ازدواج کرده است؟ همسر اول غزال نایت کی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی غزال نایت که هرگز باور نخواهید کرد. این دختر خانم اکنون کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. غزال نایت، هنرمند جوان با استعداد و موفق، یکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح در هنر موسیقی افغانستان بوده است. هنرمندی است که بیشتر از 15 سال می شود سابقه کاری در هنر موسیقی کشور داشته است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. غزال نایت عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش می برد. کارهای موسیقی غزال نایت مورد حمایت گسترده افغانها و دوستدارانش قرار می گیرد. حتی علاقمندان غزال نایت از مرزهای افغانستان عبور کرده است. این دختر خانم موفق و با استعداد افغان یک بار در افغانستان ازدواج کرده بود، اما بعد از آن که به کشور کانادا سفر کرد از شوهر اول جدا شد و کارهای هنر موسیقیش را کاملا مستقل ساخت. این دختر خانم با استعداد و مطرح در هنر موسیقی افغانستان همیشه در رقابت با دیگر چهره‌های شناخته شده بوده است، از جمله آریانا سعید. اما تازه تصاویر غزال نایت در صفحات مجازی بار انتقادات را به همراه داشته است که این دختر خانم برای باری دیگر ازدواج کرده است، اما تاکنون معلوم نیست غزال نایت با کی عروسی کرده است. همسر جدید غزال نایت کیست؟ ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای غزال نایت با جمعی از جوانان کشور از بارگاه عزت الایزال تمنا دارم. پیوند ازدواجش را از صمیم قلب تبریک گفته. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، هر یک از شما نازنینان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشته شاد و خرم باشید.